با سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم طرز بستن مینا به سبک بختیاری رو نشون بدیم. همونطور که توی فیلم میبینید مینا حدود 3 متر طول داره. از یک طرف مینا رو روی سر نگه میداریم با یه دستمون همونجور که توی فیلم میبینید و اون سمت مینا رو با دست دیگه‌مون میاریم یک دور کامل دور سر میچرخونیم و اینو سعی میکنیم که ثابت نگه داریم روی لچک یا همون کلاهک که برای کمک استفاده میشه. ادامه میدیم انتهای مینا رو تا برسیم به آخر اون، همونجور که توی شکل میبینید همون مسیر رو ادامه بدین تا برسیم به انتهای اون قسمتی که داشتیم روش کار میکردیم و وقتی که انتها رو پیدا کردیم با کمک 2 تا دستمون، البته از کسی که نشستم الان کمک گرفته شده چون باید اون قسمت رو ثابت نگه داره تا ما بتونیم بقیه مینا رو بیاریم و روی سر مدلمون درست وصل کنیم. انتهای مینا رو که بگیریم با 2 تا دستمون باز میکنیم، دوباره میاریم همونجوری که توی فیلم میبینید روی سر مدل میذاریم و حدود نیم متر از انتهای مینا رو به حالت آویزون نگه میداریم. الان حدود 3 لایه روی سر مدل ما داریم. این پارچه یعنی در واقع 3 لایه هست که به کمک سنجاق اینو وصل میکنیم. موقعی که دارید سنجاق رو میزنید که مینا رو به لچک وصل کنید باید خیلی مواظب باشید که سوزن به سر مدلتون نخوره. در اینجا فکر میکنم 3 تا سوزن یا سنجاق استفاده شده که اول از بالای سر از وسط شروع شده که اون حالت ثابت نگه میداره و بعد سوزنای کناری رو میزنن. در زمان قدیم حتی یه آویزونای زیبایی به نام بند سیزن که همون از مهرهای رنگارنگ و زیبایی بود یا ریال میگفتن، یه سکه مانندایی بود که آویزون میکردن پشت سر خانم ها روی این لباس و بسیار زیبا بود. الان ما اینجا نداشتیم، اونو نداریم. فیلممون خیلی ساده است. مینای ساده رو بیشتر هدف این بود که مدل بستن مینا رو یاد بگیریم و به بقیه دوستان هم نشون بدیم. در اینجا خیلی مهم هست که پارچه‌ای که برای مینا انتخاب میشه سبک باشه. دوستان خودشون میتونن انتخاب کنن حتی کمتر از 3 متر باشه. بعضی شاید قدشون مثل من کوتاه باشه و 3 متر واقعا خیلی بلند میشه به نظر من کوتاه‌تر هم انتخاب کرد. همش سلیقه است. امیدوارم که این فیلم به دردتون بخوره، حداقل از آداب و رسوم قدیم یه آشنایی کوچیک و مختصری داشته باشین، چون من خودم خیلی دوست دارم فرهنگ قدیمی بختیاری رو زنده نگه داریم و انشالله که بتونیم با کمک این فیلم ها که به یادگار میمونه برای بچه هامون و نسل‌های بعدی این فرهنگ عزیز و قشنگ رو زنده نگه داریم. حقیقتا من توی مناسبت خارج از کشور احتیاج داشتیم که این لباس رو بپوشیم ولی هیچ کدومون بلد نبودیم و هر چقدر توی یوتیوب گشتیم دنبال این که این مدل بستن رو ببینیم و یاد بگیریم کلیپی من پیدا نکردم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که توی مسافرت که ایران داشتم از عزیزان بخوام که نشون بدن و من فیلم گرفتم و به عنوان یادگار میمونه. امیدوارم که دوست داشته باشین. ممنونم.